عزیز من، گناهت را برای من و برای دیگران تعریف نکن، نه برای عالم و نه غیر عالم، نه برای دوست نه برای غیر دوست. گناهت را بگذار که تنها در میان تو و پروردگارت باشد و کسی دیگر از آن اطلاع پیدا نکند. گناه که جای فخر نیست که بخواهی تعریفش کنی. ربطی به دیگران هم ندارد که از گناه تو اطلاع پیدا بکنند. از این گذشته بدان که مردم گناهی را که از تو اطلاع پیدا بکنند هرگز فراموش نمی کنند، هرچند هم که توبه کرده باشی. پس بنابراین مواظب باش که گناهت را فقط و فقط با پروردگار خود در میان بگذاری، نه با بندگان الله، زیرا الله متعال هست که گناهت را می بخشد، نه بندگان الله.